به نام خدا و با عرض سلام خدمت بیننده های عزیز برنامه جواهر. انشالله که همه صحتمند باشین و یک هفته سپری شده را با خانواده هایتان با خوشی و عافیت سپری کرده باشین. موضوع بحث امروز ما در برنامه خود شما اعتماد به نفس و خودباوری در زنان است. قسمی که همه ما میفهمیم اعتماد به نفس پدیده ای است که همه انسان ها سخت به آن نیازمند هستند و باید این ویژگی را در خود دارا باشند. اعتماد به نفس به این معناست که یک فرد به توان و توانمندی های خود باور داشته باشد و اعتماد کامل داشته باشد که عمیقاً ارزشمند و توانمند است. پس در این بحث مهمان عزیز با خود داریم بانو زینب فخری که محصل هستند در رشته روابط بین الملل. خیلی خوش آمدین. عرض سلام خدمت شما زینب جان. بحث از اینجا شروع میکنیم که قبل از اینکه بریم که چگونه بتانیم ما زنان داشته باشیم که عمیقاً به توانمندی های خود باور داشته باشند و اعتماد به نفس بالایی را دارا باشند، قبل از او باید بفهمیم که خود اعتماد به نفس و خودباوری یعنی چی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب در ابتدا باید ما خود مفهوم اعتماد به نفس و خودباوری را بفهمیم. برای اینکه بفهمیم یک زن تا چه اندازه میتونه اعتماد به نفس خود افزایش بده و یا در کجا میتونه بفهمه که دارای خودباوری است یا نه. پس در ابتدا باید این مفاهیم ما یک تعریف داشته باشیم. خب میگم که اعتماد به نفس به معنای این که میزان اعتماد به توانمندی ها و مهارت های من را به نام اعتماد به نفس یاد میکنه. و یکی میگم که اعتماد به نفس ما متشکل از دو چیز است، یکی مهارت های ما و دیگه اعتماد ما به توانمندی های ما، که حالا هر فرد میتونه در یک زمینه یا در یک بخش مهارت های داشته باشه یا یک سلسله توانمندی های را از خود نشان میده که ممکن در یک فرد دیگه وجود نداشته باشه، ولی همین که ما اعتماد داشته باشیم بالای مهارت ما او را اعتماد به نفس میگوین. و دیگه موضوع بعدی را که گفتن خودباوری را میتونیم به صورت آسان و ساده چنین تعریف کنیم که پذیرش آن چیز را که ما داریم. حالا هر چیز میتونه باشه، از خانواده گرفته تا فرزند و یا تا تحصیلات ما تا پول و دارایی ما، جایگاه ما، همه اینهایی که ما داریم یعنی به فعلا در زندگی خود داریم، همین که او را پذیرفته باشیم او را به نام خودباوری یاد میکنه. حال ممکن سوال به این شود که خب ممکن یک فرد است یک عیب در وجود خود داره یا فرض کنیم که معیوب است، پس در اینجا سوال میشه خیلی فرد چطور میکنه، یعنی نداره، مثلا فرض که پای نداره و یا دست نداره یا یک عیب دیگری داره. خب در قدم اول اگر او عیبش از طریق تکنولوژی امروزه و یا از طریق تمام وسایلی که امروزه ما میبینیم یا امکان رفع اونها وجود داره، پس اونها را رفع کنیم. ولی هرگاه اگر دیدیم که رفع نمیشون، امی که بپذیریم که خب پای ندارم و یا دست ندارم اشکال نداره، میتونیم اول بپذیریم و از طریق سایر مهارت های ما خود رشد بدیم. یعنی پذیرفتن آنچه که هستیم و داریم را خودباوری میگن. خب چقدر مهم است اهمیت اعتماد به نفس و خودباوری بین زنها؟ چون بیشتر ما میبینیم که زنها رنج میبرن از اینکه اعتماد به نفس پایین دارن یا بیشتر خودکمبینی دارن یا حس حقارت دارن نسبت به خود. پس اهمیت اعتماد به نفس در بین زنها و خودباوری بین زنها چقدر ارزشمند است؟ خب در ابتدا باید یک مسئله را باید مشخص بسازیم، این که مسئله اعتماد به نفس یا خودباوری از جمله مسائل است که در قدیم وجود نداشت، یعنی از گذشته ها به امروز نرسیده، بلکه یک موضوعی است که جدید بوده و بیشتر در جوامع مدرن است. یا زندگی های شهری موضوع اعتماد به نفس مطرح میشه. در زندگی های روستایی یا جوامع قدیم یا سنتی وجود نداشته و به می اساس است، چون ممکن بعدا سوال شود که خب فرق بینشان چی است یا چرا در قدیم مطرح نمیشد و در جدید مطرح میشه یا در زندگی مدرن مطرح میشه. خب مسئله سبک زندگی افراد است، چون در زندگی شهری سبک زندگی فرق میکنه نسبت به روستایی، به این اساس اعتماد به نفس هم مطرح میشه و بیشتر بخاطر از این موضوع هم است که زنان در گذشته زندگی روستایی طوری بود که زنان در خانه فقط زندگی، یعنی
تمام فعالیت‌هایشان تنها خانه بوده، محیط خانه بوده و یک فقط در تربیت فرزندانشان مصروف بودن. ولی امروزه می‌بینیم در پهلوی از که در تربیت فرزند مصروف هستند، در ساحات دیگری هم فعالیت میکنن، مثلا در سیاست است، اقتصاد است، در بخش آموزش و پرورش است فعالیت میکنن. پس در اینجاست که موضوع اعتماد به نفس مطرح میشه. و همچنین یک موضوع دیگر که باید مطرح کنیم این که زنان با وجود اینکه درست است که اینها در سایر ساحات فعالیت میکنن و مسئله اعتماد به نفس و خودباوری در اونها مطرح میشه، موضوع دیگری هم این است که ممکن فرض کنیم یک زن بیرون از خانه فعالیت نمیکنه یا کار نمیکنه و فقط در منزل خودش در کارهای خانه مصروف است. پس اینجا اعتماد به نفس مطرح میشه؟ یعنی بله، اعتماد به نفس مطرح میشه. زنی که دارای اعتماد به نفس قوی است پس 100% فرزندایی را به بار میاره که دارای اعتماد به نفس قوی و بالا هستند. حالا ما اگه متوجه شده باشیم بعضی از اطفال را میبینیم که از این آوان کودکیشان دارای اعتماد به نفس بسیار بالایی هستند. این نشان دهنده است که مادرشان اعتماد به نفس قوی داشتن. یعنی اونها به شکل ذاتی نبوده اعتماد به نفس در وجودشان، بلکه اونها محیط خانواده موجب شده تا فرزند اعتماد به نفس قوی را داشته باشه. و همچنین که زمانی که یک زن ما با اعتماد به نفس تقویت میکنیم، در حقیقت برش او را با یک سلاح مسلح میسازیم که نسل آینده را به او تربیت میکنه. یعنی مختص به این نیست که زنانی که فعالیت های اجتماعی داره بیرون از منزل هستن اونا باید اعتماد به نفس داشته باشن. یعنی زنایی که در محیط خانواده هستن اونا هم خیلی نیاز دارن که اعتماد به نفس بالایی داشته باشن. خب حالا که اعتماد به نفس فهمیدیم و خودباوری را همچنان، پس علائم و نشانه های کمبود اعتماد به نفس در زنها، یعنی به خصوص در زنها، کدام چیزا رو میتونیم ببینیم که یک زن دارای اعتماد به نفس پایین است یا نشانه های کمبود اعتماد به نفس است در وجود از او؟ درست. خب چنان که گفتیم اعتماد به نفس موضوعی نیست که فقط ما اونها را به مرد، یعنی به طبقه ذکور یا مردا مختص بدانیم، بلکه در زنها هم به مو شکل میتونه وجود داشته باشه. یعنی علائمی که میتونه یک مرد داشته باشه مو علائمی میتونه یک زن هم داشته باشه. یعنی کدام تفاوت های به لحاظ جنسیتی در اونها وجود نداره. و یک مثلا اگه در اطفال وجود داره ممکن در بزرگا وجود نداشته باشه، به این شکل نیست. در ابتدا باید بگیم که ما بیشتر میبینیم زنایی را که خوش ندارن، زن و یا دخترایی که ممکن دیج جوان ها را هم مطرح میکنیم که خوش ندارن در جمع حضور پیدا کنن و یا در جمع ابراز نظر کنن. یعنی گوشه‌گیر میباشن، اصلا سخن نمیزنن، در سه کدام موضوع نظر خود بیان نمیکنن که اولین علائمش از همین جا دیده میشه. مجرد که در یک مهمانی میرایم مشخص میشه از همون شخصیت یک فرد، از همون رفتار یک فرد فهمیده میشه که داره اعتماد به نفس است یا نه. و دیگری ای که چگونه از علائمش میفهمیم ای که عموما در جامعه مثل جامعه افغانستان که افرادی که شخصیت خودشان را نپذیرفتن، مثل که ما گفته بودیم خودباوری ندارن، یعنی چیزی که هستن نمیپذیرن، پس بیش از حد به خود میرسن. بیش از حد یعنی منظور ما افراط میکنن دمو ظاهر خود و یک میبینیم بیش از حد از وسایل آرایشی استفاده میکنن و یک چیز را در وجود خود دوست ندارن و او را مخفی میکنن که تمامش از طریق وسایل آرایشی است که پنهان میشه. پس این نشان دهنده می است که فرد دارای اعتماد به نفس پایین است. و همچنین یک مسئله بسیار مهم دیگری که ما در جامعه افغانستان، بخصوص در جامعه افغانستان میبینیم این که زنها یا در مجموع همه افرادی که دارای اعتماد به نفس پایین هستند دچار کمالگرایی هستند. کمالگرایی یک اصطلاحی است که به این معنا که فرد میگه زمانی که من یک فعالیت یا یک کار را انجام میدم حتما او فعالیت به صورت بهترینش انجام بدم. بهترین در اینجا وقتی که ما میگویم این یک مشکل است، چون هیچ فعالیت یا هیچ کاری نیست که به صورت بهترین صورت بگیرد، چون حتما دو کاستی یا نقص وجود میتونه داشته باشه. پس به این اساس این زنها بیشترشان مبتلا به کمالگرایی هستند. یعنی میگن ما باید کامل باشیم، اگر کامل نبودن حتما هیچ اصلا کار انجام نمیتن. این یک مشکل کلان است که ما زیاد میبینیم در بین بخصوص در بین دختران جوان که به کمالگرایی دچار شدن. و دیگه ای که واقعیت زندگی خودشان نمیپذیرن، یعنی حتما اگر کدام کاستی در زندگیشان وجود داره او را مخفی میکنن، کوشش میکنن که مخفی کنن. یک مسئله دیگه ای که باید بیانش کنم و خیلی هم مهم است که چنان که من قبلا هم گفتم
زندگی شهری و یا کمی جامعه مدرن امروزی، نه تنها دنیای غرب نمیگیم بلکه در مجموع تمام کشورها را میگیم که جامعه مدرن شدن و یا در حال جامعه مدرن شدن هستند. اینها یک مشکل دارن، این که افرادی که پولدار هستند و یا شخصیت شدن، به هر طریقی که شخصیت شدن، زندگی خودشون به نمایش میگذارن از طریق فضاهای مجازی. مثل ما میبینیم تلگرام است، اینستاگرام است، هر چیزی که وجود داره، یا از طریق فیسبوک عکسای زندگی خود میگذارن به دیگران. کسایی که امو کمبودی ها رو میبینن در زندگی خود دچار به اعتماد به نفسی میشه و یا که اعتماد به نفسشان کاهش پیدا میکنه. چون وقتی میبینن که یک فرد هم ظاهرش خوب است و هم زندگیش خوب است یا هم تحصیلاتش خوب است، خب دیگه خود مقایسه میکنه که یکی از علائمش است. امی که خود مقایسه میکنه با زندگی یک کس دیگری، اینجا میشه که اعتماد به نفسش کاهش پیدا میکنه. و دیگه مسئله که باعث از این میشه که اعتماد به نفسشان پایین بیابد، اما مسئله ای است که خوش ندارن تغییر کنن. یا اصلا تغییر، منظور ما در اینجا این نیست که حتما در اخلاقشان یا در ظاهرشان تغییرات بیاید، بلکه تغییر در همه ساحات زندگیشان، در همه ساحه زندگی که تغییرات بیاید. یعنی به زندگی یک نواخت عادت زندگی یک نواخت بعد یک اصطلاح ما میگیم محافظه کار میشن. اصلا خوششان نمیاد که تغییر کنن و می تغییر چون اینها به این باور میباشند که هرگاه که تغییر کنن خودشان نمیتونن با شرایط وفق بتن و یا یک با شرایط که جدید به وجود آمده یا مدیریت تغییر از شرایط از دستشان بیرون میشه. پس به این خاطر اینها میترسن که تغییر کنن. و مسئله بعدی همی است که در مقابل مشکلات کم طاقت هستند. تحملشان کم می باشه. زمانی که یک مشکل در زندگیشون، ولی یک مشکل کوچک هم باشه، زود خودشون از دست میدن، زود میبازن و اصلا نمیتونن تحمل کنن. چرا؟ یعنی میگن اما مسئله که تغییر که گفتیم مثل تغییر واره نمیخواین در زندگیشان کوچکترین تغییر یا کوچکترین مشکل به وجود بیاد. این باعث از این میشه که اعتماد به نفسشان کاهش پیدا کنه. درست. خیلی تشکر. به راههای درمان عدم اعتماد به نفس دوباره برمیگردیم، ولی پس از یک وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدین. برنامه جواهر روی موضوع اعتماد به نفس و خودباوری بین زنها ادامه داره و حالا میپردازیم به درمان عدم اعتماد به نفس در زنان. زینب جان، با کدام شیوه ها میشه که اعتماد به نفس در زنان را افزایش بدیم و می عدم اعتماد به نفس در زنها بتانیم درمان کنیم؟ در ابتدا هرگاه اگر یک زن میخواهد که اعتماد به نفس خودش افزایش بده و یا که اگر هیچ اعتماد به نفس نداره کمی سطح اعتماد به نفس خود بالا ببره، در ابتدا باید زنان و یا در مجموع تمام افراد هم میتونن موضوع استفاده کنن که در ابتدا باید همون آسیب‌های روانی که از دوران کودکی موجب این شده که اعتماد به نفسشان پایین بیاره، او را باید درمان کنن و یا اینکه او را برطرف بسازن. حالا میتونه هر نوع آسیب باشه. و موضوع بعدیش هم است که یک زن، چون معمولا گفتیم که زنای افغان که جا چون موضوع بحث زن است، خب من بیشتر بر سر موضوعی میپردازم که زنای افغان چون اکثریتشان در خانه فعالیت دارن یا فعالیتشان در خانه بیشتر در کارهای منزل مصروف هستند، اینها میتونن که اوقات فراغت خود با انجام فعالیت های مفید پر بسازن که زمانی چون به مجرد این که فرد اما مصروفیتش برطرف میشه و یا اینکه خستگی رفع میشه، ذهن یا فکرش به طرف سایر مسائل میره. حالا اگر امی ذهنش با مسائل منفی پر شود، طبیعتا فکر به مسائل منفی میکنه و این فکر آیسته آیسته موجب از این میشه که اعتماد به نفسش تاثیر بگذاره. و دیگه همچنان میتونه که یک زن موفقیت های خود مدام برای خودش تکرار کنه، همیشه برای خود تکرار کنم و یا ای که اگر یک فرد با سواد است خود در پیش خود نوشته کنه که مثلا من امروز چی کاری فعالیت خوب را داشتم یا چی دمو ساحه فعالیت خودم به چی موفقیت دست یافتم، او رو میتونه در پیش خود نوشته کنه و این چون یک کار مثبت است از یک انرژی مثبت میگیره، پس میتونه که مدام وقتی که همو کتابچه نوت خود وقتی میبینه
این باعث از این شود که اعتماد به نفسش بالا بره و یا افزایش پیدا کنه. و همچنان یکی از نکات دیگری که باعث از این میشه که اعتماد به نفس یک زن بالا بره این است که برای خودش هدف تعیین کنه. حالا مشخص نمی‌سازیم که حتما هدفش هدف کوتاه مدت یا هدف بلند مدت باشه یا دراز مدت باشه. همین که یک هدف مشخص به خود بسازه و به خاطر رسیدن به هدف خود تلاش کنه. او چی یک مادر باشه که در خانه به خاطر تربیت فرزند خود مثلا امو فعالیت خانه رو به خود انتخاب کنه و چی یک زن باشه که در سایر عرصه ها فعالیت میکنه. همین که هدف برای خود تعیین کرد و به خاطر رسیدن به هدف تلاش میکنه، این باعث از این میشه که بازم مصروف شوه و فکرش به سایر نقاط منفی یا نامطلوب نروه. این باعث از این میشه که اعتماد به نفسش افزایش پیدا کنه. و نکته بعدی دیگه هم این است که همین که اخلاق خوب داشته باشه. به اونجا دیگه که با یک فرد برخورد میکنی، رفتار خوب از خود نشان میدی و فقط به یک لبخند همراهش روبرو میشی، این باعث از این میشه که اعتماد به نفس یک شخص بالا بره. و همین که وقتی که حس خوب به یک شخص انتقال میدی و خودت هم حس خوب در خود ایجاد میکنی، باعث از این میشه که اعتماد به نفس بالا بره. و مسئله مهم و بعدی دیگه ای که اکثریت زنها انجام نمیتن و در مجموع تمام افراد دیگه تنبلی میکنن، مسئله ورزش است. ورزش باعث از این میشه که افراد اعتماد به نفسشان بالا بره. چون مسئله ورزش ما میگم نه تنها بالای صحت و سلامتی خود ما تاثیر میگذاره، بلکه بالای روح روان ما هم تاثیر میگذاره. چون این باعث از این میشه که اعتماد به نفس ما بازم افزایش پیدا کنه. بله. و همچنان شاید خیلی از ما مواجه شده باشیم، البته اونایی که دارای اعتماد به نفس بلند هستند، افراد دیگه هستن که اونا رو قضاوت میکنن به واژه مغرور بودن یا متکبر بودن. پس تفاوت‌ها بین عزت نفس، بین اعتماد به نفس و همچنان بین غرور، چه تفاوت‌هایی وجود داره بین این واژه‌ها؟ درست. عزت نفس میتونم این تعریف بدیم که یک فرد نسبت به خودش احساس رضایت داشته باشه، امی که از خودش راضی است، از فعالیت‌هایش، از رفتارش و همچنان از روابط خود راضی است. ایرا به نام عزت نفس یاد میکنن. و دیگه ای که فرق پس بین عزت نفس و اعتماد به نفس چیست؟ چون ما قبلا گفته بودیم اعتماد به نفس دو چیز در بر میگرفت. یکی ای که ما اعتماد داشته باشیم به توانمندی های ما و مهارت های ما، یعنی که امو شخصیت امو مهارت ها و توانمندی های خود پذیرفته باشیم و در مو عرصه مثلا کار کرده باشیم. پس اینجا میگیم که یک مسئله شاید مطرح شود که کسی که دارای اعتماد به نفس بالاست حتما دارای عزت نفس بالا هم باید باشه. غلط است. ممکن یک فرد است که اعتماد به نفسش خوب بالا باشه ولی عزت نفسش پایین است. یعنی یک شخص میتونه در یک عرصه خوب بسیار خوب فعالیت کرده باشه و به رشد ترقی رسیده باشه ولی عزت نفسش یا ممکن گفتیم که راضی باشه از رفتار و فعالیت های خودش، ممکن یک فرد نباشه از خود راضی. بله. درست که اون مسئله عزت نفس مطرح میشه. ولی غرور، مسئله غرور، آیا واقعا کسایی که دارای اعتماد به نفس بلند هستند افراد مغرور هستند یا خیر؟ درست. میگم افرادی که چون گفتیم که اینجا اعتماد به نفس با غرور اشتباه میگیرن، همین مسئله است که باعث از این میشه که معمولا افراد اعتماد به نفسشون پایین میاد، چون میگن که حتما مرا مغرور میپندارن. که اینجا باید بگویم این یک سلسله تفاوت‌های داره. مثلا فردی که اعتماد به نفس بالا داره و یکی که داره اعتماد به نفس است، در زمانی که یک فعالیت انجام میده یا پیش از اینکه یک فعالیت انجام بده از سایر افراد نظر میپرسه. اول نظر اونها رو میپرسه در مورد مو صاحب فعالیت خود، بعدش اقدام به مو انجام و فعالیت میکنه. ولی افرادی که مغرور هستن اصلا نظر دیگر باشن مطرح نیست. بله. هیچ اصلا نظر نمیپرسن. این باعث از این میشه که چون غرورشان برمیخوره، چون مسئله مغرور بودن در اینجا مطرح میشه، از دیگران نظر نمیپرسن، یعنی ضعف‌ها را قبول ندارن، ضعف‌ها خود قبول ندارن، ضعف‌های امو یک ساحه را قبول نمیکنن. و دیگه ای که شخصی که مغرور میباشه زود خود از شکست ها بیرون نمیتونه بکشه، در شکست باقی میمونه، باعث از این میشه که افسردگی هم بگیره. ولی اشخاصی که دارای اعتماد به نفس بالا هستن اینها زود از شکست ها بیرون میشن، چون از اون شکست ها گفتیم درس میگیرن. وقتی از شکست درس گرفتن استفاده میکنن، از شکست که درس گرفتن زود خود بیرون میکشن، درس میگیرن و دوباره با قوت بیشتر بلند میشن. و موضوع بعدیش هم است که افرادی که مغرور هستند دستاوردهای خود برای خود دیگران میکشنن.
مدام مثلا برای دیگران میگویند که در این ساحه موفقیت داشتم یا این ساحه را به این شکل پیش بردم و این باعث از این میشه که دیگه افراد احساس خود کمبینی نمایشات ظاهری چی اینجا مسئله همون زندگی ظاهر زندگیشان باشه یا چیز یک ساحه یک فعالیت های اقتصادیشان باشه، همه ساحه را میتونه در بر بگیره. ولی برعکس از این باز اشخاصی که اعتماد به نفس دارن اصلا برشان مطرح نمی باشه که همون زندگی ظاهری خود یا موفقیت های خود به رخ دیگران بکشن. و مسئله بعدیش هم این است که افراد مغرور نیاز همیشه فکر میکنن که با سایر افراد در رقابت باید باشن، حتی خواهر و برادرشان هم که باشه. این حتی نزدیکترین افرادشان هم میتونه با اونها خود مدام در حس کنه که با اونها در رقابت است و این باعث از این میشه که مدت زندگی هایشان هم حتی وقت زمانی که مثلا به یک شکست برخورد کرد باز اون مسئله مطرح میشه که از شکست بیرون کشیده خواهد نمیتونه. ولی افرادی که دارای اعتماد به نفس هستن، چون اینجا اون مسئله خودباوری باز مطرح میشه که گفته بودیم که پذیرش هر آنچه که دارند، پس در اینجا امو شخصیت خودشان، مهارت‌هایشان، استعدادهای خود پذیرفتن بر اساس از امو شخصیت و مهارت‌های خود پیش میبرند و همچنان در پای رشد خود هستند. بله. خب حالا که تمام راه‌های درمان شفا میدیم و همچنان خود این پدیده را شناختیم، پس از کجا بفهمیم که دارای اعتماد به نفس هستیم و زنایی که دارای اعتماد به نفس هستند رفتارشون چگونه است؟ چگونه میتونیم یک زن که با اعتماد به نفس است بشناسیم؟ زنایی که اما علائم اعتماد به نفسی رو ما در وجودشون میبینیم، اول خو یک زن، نه تنها زن که بلکه سایر افرادی که دارای اعتماد به نفس هستن از ظاهرشان فهمیده میشه. امی که از رفتارهایی را که از خود بروز میتن و یا از شخصی که دارای اعتماد به نفس است شاد و خندان می باشه، اصلا برش سایر مسائل برش مطرح نمی باشه و یکی مثلا در زندگی خود بکنم شکست برخورد کنه او هر نوع شکست باشه، از شکست اقتصادی گرفته تا شکست عاطفی تا هر نوع شکست، حتی در خانواده خود بکنم شکست مواجه شده باشه، اصلا این مسائل برش مطرح نمی باشه، چون او اعتماد به نفس داره و میگه دوباره از شکست ها بیرون میشم، دوباره از اون مشکل خوشبین می باشه، خوشبین می باشه به زندگی. اما مسئله بدبینی و خوشبینی در اینجا مطرح میشه. وقتی خوشبین به زندگی بود خود اعتماد به نفسش افزایش پیدا میکنه که مو یکی از علائمش می باشه. و دیگه مسئله که ما میبینیم بیشتر در زنای افغانستان هم می باشه ای که زنی که دارای اعتماد به نفس است توانایی نگفتن داره. بله. توانایی نگفتن ما به این معنی نیست که در هر مسئله باید در هر مسئله باید منفی بته یا جواب رد بته. نه، در جایی که وقتی میبینه که نظر خودش خوبتر است نظر خود بیان میکنه و میگوید که اینجا این نظر برای من مثلا مهم نیست. یعنی از قضاوت‌ها و دید دیگران نمیترسه. از قضاوت‌های دیگران نمیترسه. و دیگه مسئله دیگه که در زنها باید در نظر اما علائمش دیده میشه ای که زنها میره قبلا در علائمشان دیده براتون بیان کرده بودم ای که زنهایی که دارای اعتماد به نفس بالا هستن اینها اما چون که گفته بودیم قضاوت های دیگر برایشان مطرح نمی باشن و یک از علائمش می باشه و دیگه ای که مدام در حال پیشرفت می باشن، کوشش میکنن و شخصیت خودشان مثلا هرگاه اگر شخص برایشان بیان کرد که در حیث یک نوع از رفتارشان مشکل دارن سرشان بد نمیخوره، ضعف‌های خود میپذیرن. و دیگه مسئلهش هم این است که اما جاهایی که در زندگیشان کاستی های دارن اونها را مخفی نمیکنن. در زندگی های همگی کاستی های وجوده، حتی ما افرادی که ما میبینیم ثروتمند هستن یا پولدار هستن و یا که شخصیت ها هستن اونها کامل نیستن، همگی کاستی های خود داره. اگر یکی به لحاظ اقتصادی کاستی داره، یکی به لحاظ عاطفیش کاستی داره، یکی در خانوادهش محبت ندیده یا محبت نمیبینه ولی به لحاظ اقتصادی از یک خانواده پولدار سرمایه‌دار که میپذیرن در پای حل کردن یا تلاش برای حل از اون میپردازن. خیلی خوب، بسیار تشکر زینب جان. وقت برنامه هم خیلی کم باقی مانده، در کمتر از چند ثانیه آخرین گپایتان در رابطه با بحث خیلی کوتاه. خب پیام آخرم برای زنای افغانستان است ای که چنان که از ابتدا هم گفتم زنای افغانستان نسبت به تمام زنای سایر کشورها از اعتماد به نفس پایین برخوردار هستند و ایره میتونن که چنان که براتون بیان هم کردم زنای افغانستان در راستای نسل آینده
بیشتر فعالیت میکنه و ما گفتیم مثلا مطرح نیست که حتما باید یک زن به بیرون از خانه فعالیت داشته باشه. همین که در داخل خانه خودش فعالیت میکنه، همین که فرزند خوب تربیت میکنه، این مسئله مهم است. چون ما جامعه در دست نسل می آینده است. زمانی که اعتماد به نفس مادران تقویت کنیم، پس فرزندای با اعتماد به نفس قوی را به بار میارن. خیلی خوب، بسیار تشکر زینب جان، سلامت باشین که تشریف آوردین. با امید روزی که تمام زنها و تمام نسل آینده ما با یک اعتماد به نفس کامل وارد جامعه شوند. خب وقت برنامه رو به اختتام است. تا هفته آینده که ما جمعی از همکاران ما خدمت شما حاضر میشیم، همتون به الله متعال امانت میکنم. خداوند یار و مددگارتان.